پدر و مادر، برادر، همسر با فرزند 8 ماهه، خوش دامن عمک و پسرعمک‌های فریدون شمس‌الدین یکی از گمانبران حمله به کراکو سیتی هال مسکو را نفران لباس رسمی پوش با خود بردند. یکی از پیوندان گمانبر به حمله در صحبت با از پلوس گفت که به احتمال زیاد آنها کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان بودند، اما او نمیداند که پیوندانش در کجا نگاه داشته میشوند. خود فریدون شمس‌الدین 23 مارت، یک روز بعد حادثه حمله به کراکو سیتی هال، بازداشت و 24 مارت از جانب دادگاه برای 2 ماه بحث پیشکی گرفته شد. خانه او در دهه لایاب شهر ایسار 25 کیلومتر دورتر از دوشنبه جایگیر است. وقتی خبرنگار آزیا پلوس روز 27 مارت در سراغ خانه فریدون شمس‌الدین به این دیه رفت، غیر از همسر برادرش دیگر کسی نبود. او هم نخواست با خبرنگاران صحبت کند. یکی از ساکنان این دیه بدون ذکر نامش گفت که همه پیوندان فریدون شمس‌الدین، پدر و مادر، برادر، همسر و فرزند 8 ماهه، خوش دامن عمک و 2 پسرعمکش را نفران لباس رسمی پوش با خود بردند. همسر عمک فریدون شمس‌الدین که در همسایگی او زندگی میکند در صحبت با آزیا پلوس این گفته را تصدیق کرد، اما دقیق نگفت که کارمندان کدام نیروهای قدرتی آنها را بردند و در کجا نگهداری میشوند. آنها را روز 23 مارت کارمندان مقامات با خود بردند. شوهر و پسر من هم نیستند. آنها برای احوال عمک خبرگیری رفتند و دیگر برنگشتند. نمیدونم همه آنها در کجا هستند. درباره خود فریدون شمس‌الدین این زن گفت که هرچند او مکتب را تا صنف 7 خونده، مدت برای آزار جنسی حبس شده بود، ولی در عموم او بچه آرام طبیعت بود. چند روز پیش از بازداشت فریدون به پدر عروسش زنگ زده و برای کار به نزدش دعوت کرده بود. وقتی پدر عروسش به مسکو رفت او را پیدا نکرد. گفت همسر عمک فریدون شمس‌الدین. یکی از پیوندان فریدون شمس‌الدین با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است در رفتارش هیچ عمل شوبه‌آور ندیده بود. 6 ماه پیش به روسیه رفت و به خانواده‌اش پول میفرستاد. خود فریدون شمس‌الدین در نوار بازپرسی مقامات روسیه گفت که او 4 مارت امسال از ترکیه به روسیه گذشت. به آنجا با هدف گذشتن از سرحد و تمدید بود و باشش در روسیه رفته بوده است. وی در همان بازپرسی گفت که برای اجرای حمله تروریستی از یاور یک روحانی 500,000 روبل گرفت. مقامات تاجیکستان درباره این و دیگر شهروندان بازداشت شده حال و حرفی نگفتند. 3 روز پیش 25 مارت رادیو آزادی از قبل یک پیوند فریدون نوشت که مقامات روسیه محبوبه زرگر و خواهر او را به دلیل در خانه‌اش نامنویس کردن فریدون با 3 کودکش از روسیه اخراج کردند. همسرش هم او را سر داده است. همسر عمک فریدون گفت خبر اخراج محبوبه را از همسایه‌ها شنیده است، اما او حالا نآمده است. یادآور می‌شویم که حمله به کراکو سیتی هال مسکو شام روز 22 مارت رخ داد. 4 نفر مسلح وارد این بنا شده به سوی آدمان تیرخوری کردند. مقامات روسیه گفتند در پی این حمله تا این لحظه 140 نفر جان باخته، بیش از 180 نفر جراحت برداشتند. در رابطه با این حادثه در عموم بنا به اطلاع مقامات روسیه 11 نفر بازداشت شده است، از جمله 4 نفر سید اکرم رجب‌علی زاده، دلیرجان میرزایف، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف به آن گمان برند که به واسطه در کراکو سیتی هال تیرپرانی کردند. هر 4 نفر آنها 24 مارت با حکم دادگاه نویه بسمانی برای 2 ماه بحث پیشکی گرفته شدند.